دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال جینجر آکادمی خیلی خیلی خوش اومدید. قراره که تو این ویدیو 5 تا از حالات و صفات مختلف رو از عواطف به شما آموزش بدم در زبان ترکی استانبولی. امیدوارم که لذت ببرید و اگه دوست داشتید یادتون نره لایک کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. خیلی ممنونم از حمایتتون. شاد یا خوشحال، mutlu mutlu. عصبانی یا خشمگین، kızgın یا sinirli. غمگین یا ناراحت، üzgün. بیمار، hasta. وحشت زده یا ترسیده، korkmuş.